در هندوستان وقتی که ما رفتیم در شهر مومبای، اونجا زیارت حاجی علی است و او طرف دیگهش که بری مندر است. اندو میگه چی فرق است بین مسلمان و اندو؟ ما از رام و از شام میگیم که ای بگوان بچه دیدو، یا مسلمان های شما میگه که ای حاجی علی بچه دیدو. اندو میگه که حاجی علی آرام اچی آدمیتی، و هم خوب آدم بود و هم خوب آدم بود. ما از او خوب آدم بچه میخوایم، شما از این خوب آدم بچه میخواین. پس فرق میان من و تو چیست بگو؟ What is the difference between Hindu and Muslims؟ خودم اندو که ما جاره بحث داشت. گفت what is the difference؟ گفتم there is a lot of differences. گفت don't talk. I don't want to listen. I want to see. من نمیخوایم که کس برای من گپ بزنه. من عملا برای من نشان بده. عملا من اندو پیش بت میرم و از او بچه و دختر میخوایم. عملا تو مسلمان از حاجی علی میری در بمبئی بچه و دختر میخوایی. پس what is the difference between Hindu and Muslim؟ تو ما تو یکی هستیم. ما برش گفتم که نه برادر، ما از خالق متعال میخوایم. گفت این گپ است. This is your idea. Where is your action؟ کجاست؟ عملا نشان بده. گفت نشان دادن نمیتونیم، بیا که من نشانت بدم. رفتیم صاحب در زیارت حاجی علی. 20 نفر از سر قبر حاجی علی سر خودشون ماندن که حاجی علی بچه دے دو، حاجی علی لڑکی دے دو. گفت کیا ہے؟ اندو در گرد بگوان تار تاو میته، بازو تار میاره قیچی میکنه در گردن کی میپرته؟ اشتکای خود در گردن دستاش میپرته. مسلمان عین تار در گرد قبر اجمیر. اندو تبله میزنه برای رام خواندن میکنه. مسلمان تبله میزنه برای قبر در اجمیر شریف صاحب میکنه. پس بین ازی مسلمان و بین ازی اندو، والله پیش اندو دان ما را خوش کردن. خدایا را خیر نده. یعنی من زبان بسیار هم برق وارست، پیش هیچ کس بند نفته، لیکن عملا فینه بیسه اینه بیسه. پس ما هم دول میزنیم، شما هم دول میزنیم. ما هم میرقصیم، شما هم میرقصیم. ما هم از مخلوق اولاد میخوایم، شما هم از مخلوق اولاد میخوایم. ما هم گرد بگوان تار بسته میکنیم، تارش قیچی میکنیم در گردنش چیکار خود میپرتیم، شما هم در گرد از این قبر چیز میگیم. فقط از ما بگوان است، از شما قبر است.